در بسیاری از مواقع و با استفاده از ترسیماتی بسیار ساده ما میتونیم مفهوم پروژه و داده های خودمون رو به کاربرانمون بهتر برسونیم و یا اینکه میتونیم یک ارتباط گرافیکی بین قسمت های مختلف از داده های پروژمون رو به وجود بیاریم. به هر حال استفاده از شکل ها و ترسیمات گرافیکی کاربردهای بسیار زیادی داره که در این ویدیو میخوایم به این موضوع بپردازیم که البته در کنار این موضوع میخوایم در رابطه با اسمارت آرت ها هم صحبت کنیم. در بخش اول باید وارد زبانه اینسرت بشیم. همونطور که مشاهده میکنید ما در اینجا یک بخشی تحت عنوان ایلاستریشنز داریم که برای دسترسی به انواع مختلف ترسیمات و شکل‌ها و تصاویر استفاده میشه. در بخش مربوط به شیپس ما میتونیم نوع ترسیم خودمون رو انتخاب بکنیم. دقت داشته باشید توی فهرست مربوط به شیپس ما انواع ترسیمات ساده رو در اختیار داریم. به عنوان مثال میتونیم در گروه رکتانگلز یک مستطیل رو برداریم و در داخل فضای کاری خودمون به این صورت ترسیم بکنیم. یا مثلا مجددا میتونیم برگردیم به زبانه اینسرت، در قسمت شیپس وارد بشیم و به عنوان مثال بریم به سراغ گروه فلوچارت و یکی از شکل‌های مربوط به فلوچارت ها رو ترسیم بکنیم. پس نکته‌ای که در اینجا وجود داره و البته این نکته کار ما رو راحت تر میکنه این هست که ما ترسیمات رو به صورت دسته‌بندی شده میتونیم ببینیم. به عنوان مثال در گروه بیسیک شیپس میتونیم شکل‌ها و ترسیمات پایه و اولیه رو در دسترس داشته باشیم. یا مثلا در گروه لاینز انواع خط‌ها رو در اختیار داریم. یا به همین ترتیب میتونیم در گروه بلاک اروز به انواع مختلف فلش ها دسترسی داشته باشیم که به صورت بلوکی هستند و به همین ترتیب گروه های دیگری که در اینجا وجود دارن. اما در ادامه دقت داشته باشید که ما میتونیم توی بخش recently used shapes وارد بشیم و به اشکالی دسترسی داشته باشیم که اخیراً از اونها استفاده شده. مثلا شکل مستطیل، بیزی، مستطیل با گوشه های گرد و شکل های دیگر شکل هایی هستند که من قبلا استفاده کردم و در داخل این فهرست اضافه شدن. حالا و در ادامه کارمون هر یک رو که خواستیم به همون شکلی که گفته شد میتونیم ترسیم بکنیم. با انتخاب شکل مورد نظرمون ما میبینیم که یک بخشی تحت عنوان دراینگ تولز و زبانه‌ای تحت عنوان شیپ فرمت در اینجا ظاهر میشه که میتونیم قالب بندی ترسیمات خودمون رو تغییر بدیم. مثلا در قسمت شیپ استایلز میتونیم از انواع مختلف استایل های مختلف که وجود دارند استفاده کنیم یا میتونیم در اینجا از گزینه شیپ فیل استفاده کنیم برای پر کردن داخل ترسیماتمون. یا مثلا در قسمت شیپ اوتلاین میتونیم از یک رنگ خاصی برای حاشیه ها استفاده کنیم. توی بخش شیپ افکتس هم ما میتونیم از انواع مختلف افکت ها مثل ایجاد سایه، ایجاد انعکاس، ایجاد درخشندگی، ایجاد لبه های نرم، ایجاد حالت برجستگی و ایجاد حالت چرخش سه‌بعدی استفاده کنیم که نمونه های هر یک رو میتونید در اینجا ملاحظه بکنید و خیلی راحت میتونن در دسترس ما قرار بگیرن. به هر حال و بعد از اینکه ترسیماتمون انجام شد و البته همچنان که ترسیم ما انتخاب هست ما میتونیم با قرار دادن مکان نما روی اون ترسیم و نمایش فلش 4 سر اون رو جابجا بکنیم. میتونیم با استفاده از این دستگیره ها اندازه ترسیمات خودمون رو کوچیکتر یا بزرگتر بکنیم و همچنین با استفاده از این فلش خمیده‌ای که در اینجا هست امکان چرخش ترسیم مورد نظر در زوایای مختلف برای ما وجود داره که البته در کنار همه اینها ما میتونیم در این قسمت سایز اندازه ترسیمات خودمون رو مشخص بکنیم، البته با وارد کردن اعداد و به شکل دقیق و البته متناسب. و همچنین میتونیم توی این گروه ارنج که در اینجا وجود داره مثلا در قسمت روتیت تحت زوایای مختلفی ترسیمات خودمون رو بچرخونیم. یا مثلا میتونیم اینجا توی این فهرست اون شکل مورد نظر و ترسیمات مورد نظر خودمون رو با موضوعات دیگر همتراز بکنیم و به این ترتیب یک موقعیت قرارگیری دقیق تری رو برای اینها داشته باشیم. برای اضافه کردن متن به داخل ترسیمات کافیه کلیک راست انجام بدیم و گزینه ادیت تکست رو در اینجا انتخاب بکنیم و مثلا متن مورد نظر خودمون هر چیزی که هست رو در داخلش بنویسیم. میتونیم حالا با متنی که در اینجا داریم مثل یک متن عادی رفتار کنیم، اون رو انتخابش بکنیم، اندازه اون رو بزرگتر کنیم، مثلا بولدش کنیم، رنگش رو تغییر بدیم و تغییراتی که مد نظرمون هست رو به وجود بیاریم. به هر حال در اینجا
اینجا ملاحظه کردید که خیلی راحت ما میتونیم از شیپ ها استفاده کنیم. من این ترسیم ایجاد شده رو انتخاب میکنم و با فشردن دکمه دیلیت حذفش میکنم. موضوع دیگری که باید در اینجا به اون بپردازیم اینه که بریم به سراغ زبان اینسرت و در ادامه از گزینه اسمارت آرت که در این بخش وجود داره استفاده بکنیم. به عنوان یک توضیح کوتاه و مختصر در رابطه با اسمارت آرت ها یا ترسیمات هنری هوشمند میتونم براتون بگم که چیزی مشابه با نمودارهای سلسله مراتبی هستند. به این صورت که مثلا ما میتونیم سلسله مراتب رو در یک فرایند نمایش بدیم یا مثلا مراحل انجام یک کار رو با استفاده از شکل‌های گرافیکی هوشمند نمایش بدیم. به هر حال با استفاده از اسمارت آرت گرافیک ها ما میتونیم مصورسازی داده های خودمون رو با استفاده از افکت های زیبایی انجام بدیم. اگر من این رو انتخاب بکنم، کادر چوز اسمارت آرت گرافیک برای من نمایش داده میشه. در سمت چپ ما فهرستی از گروه بندی های مختلف رو داریم و همچنین با انتخاب هر گروه میتونیم محتوا رو در داخل این قسمت ببینیم. حالا با انتخاب هر کدوم از اینها یک پیشنمایش به همراه یک توضیح مختصر از اون شکل و آیتم انتخاب شده در اینجا نمایش داده میشه. اگر ما گزینه آل رو انتخاب بکنیم، در همه دسته‌بندی ها میتونیم وارد بشیم و انواع مختلف این نمودارهای گرافیکی هوشمند رو ببینیم. یا مثلا میتونیم در اینجا بگیم فقط اونهایی که برای لیست کردن و فهرست کردن موضوعات هستند برای ما نشون داده بشن. یا مثلا در اینجا میتونیم پروسس یا در واقع فرایند و پردازش های لازم برای انجام یک کار و مراحل انجام یک کار رو مشخص کنیم. مثلا در اینجا میتونیم با استفاده از این نمودار گرافیکی بگیم که در طی مراحل مختلف یک محصول چطور میتونه که به وجود بیاد. میتونیم در اینجا از انواع مختلف ساختارهای دایره‌ای و حلقه‌ای استفاده کنیم. اینجا انواع مختلف ساختارهای سلسله مراتبی وجود داره. مثلا شما در یک اداره یا سازمانی که وارد میشید، سلسله مراتب افراد و پست های اونها میتونه در قالب چنین نمودارهایی مصور بشه. در اینجا میتونیم از انواع مختلف نمودارها برای مشخص کردن ارتباطات بخش‌های مختلف با یکدیگر استفاده کنیم و همینجور انواع دیگری که در اینجا وجود دارند و میتونیم ازشون بهره مند بشیم. حالا و به عنوان مثال میرم وارد این گروه میشم و یکی از این انواعی که وجود دارند رو میتونم که انتخاب بکنم. مثلا این رو انتخاب میکنم و روی دکمه اوکی کلیک میکنم. ساختاری که در اینجا براتون توضیح میدم برای اکثر اسمارت آرت ها مشترک است. یعنی شما به همین ترتیب میتونید یکی از اونها رو انتخاب و درج کنید در داخل اسناد و پروژه خودتون و نهایتا تغییراتی رو به همین شکل به وجود بیارید. نکته جالبی که در اینجا وجود داره اینه که این اسمارت آرت ها بر مبنای شیپ یا همون ترسیمات ساده هستند که در مرحله قبلی در رابطه با اونها صحبت کردیم و زمانی که تمام یا بخشی از اونها انتخاب باشه، ما میتونیم توی بخش اسمارت آرت تولز یا ابزارهای مربوطه به این بخش از زبانه فرمت برای قالب بندی و از زبانه اسمارت آرت دیزاین برای تغییر طراحی اونها استفاده کنیم. مثلا در اینجا میتونیم بگیم که قالب بندی رنگ ها تغییر بکنه. میبینید که تونالیته ها و طیف های رنگی مختلف در اینجا وجود داره و میتونیم ازشون استفاده کنیم. یا فرضاً میتونیم لیاوت یا چیدمان و استقرار ساختار نمودار رو در اینجا تغییر بدیم. یا مثلا میتونیم در اینجا بگیم که این آیتمی که وجود داره و انتخاب شده موو داون بشه، بیاد پایینتر از محل فعلی خودش، یا مثلا این یکی موو آپ بشه و بره بالاتر و به این ترتیب میتونیم کارهای این چنینی رو انجام بدیم. حالا ببینیم که چطور میتونیم تغییرات رو به وجود بیاریم. کافیه که در داخل هر کدوم از اینها کلیک بکنید و مثلا متن مورد نظر خودتون رو بنویسید. من در اینجا از اعداد استفاده میکنم. فرضاً میگم مرحله 1، مرحله 2 و مثلا مرحله 3 رو داریم. حالا میتونیم یک تکست یا متن توضیحی هم در مقابل اونها بنویسیم. مثلا در اینجا من عبارت مرحله اول رو وارد میکنم، میرم به سراغ بخش بعدی، اینجا مرحله دوم رو می نویسم و اینجا هم میگم که مرحله سوم نوشته بشه و به این ترتیب میتونم که این ساختار رو تکرار بکنم و ادامه بدم. همونطور که میبینید ما میتونیم این متون رو انتخابشون بکنیم و بعد فونت اونها رو تغییر بدیم بر اساس نوع نیاز خودمون. مثلا میتونیم از هر فونتی که خواستیم استفاده بکنیم. فونت های مختلفی رو من در اینجا در اختیار دارم که میتونم ازشون استفاده کنم. مثلا در اینجا از فونت تیتر استفاده
استفاده میکنم برای هر کدوم از اینها. میتونم با استفاده از ابزار فرمت پینتر هم بیام و تغییرات موجود رو بر روی قسمت‌های دیگر پیاده سازی بکنم که دقیقاً این موضوع رو میتونید ببینید. کافیه که با استفاده از ابزار فرمت پینتر روی منطقه مورد نظرمون درگ بکنیم تا دقیقاً بتونه که اون محدوده رو تحت تاثیر قرار بده. خب بعد از اینکه تغییرات مورد نظر اعمال شد، ما میتونیم جابجایی و یا تغییر اندازه و حتی تغییر موقعیت برای بخش‌های مختلف متنی و گرافیکی خودمون رو داشته باشیم. برمیگردم دو مرتبه به همون قسمت‌های قبلی. اینجا باز هم ما میتونیم از استایل‌های متنوع‌تری برای این نمودارهای گرافیکی استفاده بکنیم. مثلا این هم میتونه استایل جالبی باشه. حالا در مرحله بعدی ما میتونیم بیایم اینجا و از گزینه اد بولت استفاده بکنیم و از نشانه گذاری و بولت گذاری استفاده بکنیم. همین دایره هایی که در اینجا هستند رو میتونه برای ما اضافه بکنه، یک فضایی رو برای اونها در نظر بگیره. یا اینکه میتونیم بیایم کل این نمودارمون رو که انتخاب کردیم گزینه تکست پین رو انتخاب بکنیم. به این صورت یک فضای بزرگتری در اختیار ما قرار میگیره و ما میتونیم در اینجا متون خودمون رو به صورت تفکیک شده و مستقل بنویسیم و دیگه در داخل نمودار درگیر این موضوع نباشیم. البته هر دو روش کاملا نتیجه یکسان و درستی رو خواهند داشت. توی زبانه فرمت هم ما میتونیم قالب‌بندی ها رو تغییر بدیم. مثلا بگیم که شیپ یا ترسیمات ما چه رنگ زمینه‌ای رو داشته باشن، چه رنگ حاشیه‌ای رو داشته باشن و از چه افکت هایی برای اونها استفاده بشه. و همچنین ما میتونیم اینجا هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنیم که شیپ های ما هستند و توی قسمت شیپس در بخش چنج شیپ بیایم و یک شکل دیگری رو برای اونها در نظر بگیریم. مثلا در اینجا میتونیم بیایم و از این شکل استفاده بکنیم. نتیجه کار رو میتونید در این قسمت ببینید. پس کاملا این اسمارت آرت ها قابلیت سفارشی سازی رو دارن و میتونن داده های ما رو تا حد زیادی مصور سازی کنن.